سلام، شبتون بخیر آقای ممقانی. چند وقت پیش به ما یه نمک فرستادید اشتباهاً ها. من این نمک کوچیکا میخواستم، شما از این 10 کیلویی برام فرستاده بودید که بهتونم زنگ زدم گفتم بابا این نمکو من 10 کیلو رو میخواستم چیکار، چقدر پول باربری ازم گرفته بودن. مجبور شدم این نمک رو من تقسیم کردم بین خواهرام، به اون خواهر، به این خواهر، به این خواهر عروس خواهر، به اون خواهرم که تو شمال زندگی میکنه، به اون اینجا بود دادم برد. الان هر کی استفاده میکنه میاد سراغ نمکه که ما باز این نمکه میخوایم. گفتم والا من اصلا نمیتونم سفارش بدم، خود نمک پولش چیزی نی، پول باربریش والا زیاده. میگفتن هر چی با این درست میکنیم خوشمزه میشه. نه مخصوصا ترشی شور میگو، ببین ترشی شور درست میکنیم خوشمزه میشه. سیب زمینیه که تو مایتابه ترکا بگن یاپا، از اون میگفت نمک پاچیده بودم روش، میگفت انقدر میگفت سیب زمینی خوشمزه شده بود. خیارو که باهاش میخوری خیلی مزهش. حالا چه سری توی این نمک هست من نمیدونم، ولی خب ما پخش کردیم رفت، برای خودمون خیلی کم موند. ولی خب دستتون درد نکنه. حالا این یه چیز اتفاقی بود اومده بود دست ما، وگرنه من این نمک رو سفارش نداده بودم. ولی همشون راضی‌ان، عالیه، میخوام باز، ولی چون پول باربری زیاده بهشون گفتم متاسفم براتون. مرسی ازتون. درسته، گفتید ما راز خوشمزگی پنیرامون همین نمکه. عالیه، نمکش عالیه، استفاده میکنن هستن، همه راضی‌ان. گفتم که دیگه مونتا خودش پولش چیزی نی، پول پست خیلی زیاده. هم از اون روز عسلایی که فرستاده بودید برای برادرم، من عسل میاد، زیاد عسل دوست ندارم، ولی عسلتون واقعا عسل خوبیه. همون میذاری تو دهن عسل محو میشه. الان آدم میفهمه که بابا این یکی عسلایی که از اردبیل و سره میارن بابا به درد نمیخوره، معلومی اصلا چی هست چیه. لن اینو مصرف نکردم. البته این پنیر دومیرم که فرستادید هنوز باز نکردم. پنیر اولیه که حرف نداره، پنیر پرچربه گوسفندیتون صادراتتون. این دومی رو که 650 کیلویی خریدم هنوز باز نکردم اینو. حالا اینو باز کنم ببینم این چیه. گفتید شما که این نمک خراب نمیشه، نگه دارید بذارید یه جای خوش استفاده کنید. منتها من گفتم 10 کیلو نمک رو میخواییم چیکار آخه ما؟ کار اشتباهی که کردیم، پخش کردیم رفت دیگه نیست. فعلا همین 2 کیلوش هیچ اندازه 2 کیلو هم 1 کیلو نیم 2 کیلو برای خودمون نگه داشتیم. پخش کردم همه رو رفت.